زیاد نصیب روزی گردانه و چنین نصیحتگرها و خدای مهربان در جامعه ما و شما بیشتر گردانه تا که فرزندای ما و شما، جامعه ما و شما به نصیحت البته نیاز داره و صلاحیت جامعه به نصیحتگری وابسته دارد. خدای مهربان چنین نصیحتگرها را الله مهربان زیاد گردانه و انشاءالله برادر عزیز در مجلس ما و شما این حضور دارن. نوبت به حضرت میتیم امام مولودی بخوانند، بعد دعا میکنیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. حبیبم را کسی که دوست دارد کجا مالک ورا دوزخ درآرد. با جان و دل محبی مصطفی باش، با یاران محمد جان فدا باش. فدای محمد دل و جان من که او گشته است باعث ایمان من. فدای محمد دل و جان من که او گشته است باعث ایمان من. پرستش خدا را به ما یاد داد، پرستش مخلوق برباد داد. به من سرفراز است و به من سرفراز، با او سرفرازی کنم من ناز. همه روز من روز مولود اوست، همه روز من مولود اوست. همه شکر او و معبود او. شدم مست لقای تو، همه یادم برای تو. زبانم در ثنای تو، کجایی یا رسول الله. زبانم در ثنای تو، کجایی یا رسول الله. بینالم در عزای تو، کنم هر دم ندای تو. که این محفل برای تو، کجایی یا رسول الله. که این محفل برای تو، کجایی یا رسول الله. رضایت را بجویم من، گلی وصلت ببویم من. بسط حسرت بگویم من، کجایی یا رسول الله. برار از روزه سر بگیر، به حالی امت سرور. برار از روزه سر بگیر،
به حالی امت سرور همه محزون چشمی تر کجایی یا رسول الله گذشتی از همه اشیا مقامت از همه بالا شدی یک نعمتی عظما کجایی یا رسول الله یا رسول الله یا حبیب الله یا نبی الله یا شفیع الله الهی حاجتی ما را روا کن محمد را شفاعت خواهی ما کن ز شفقت در دو عالم اشکر زان امتی گفتم نباشد امتانم من نمیخوام عیش جنت را صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار خدای مهربان خاتمه کاری همه ما بندگان رو به خیر و ایمان هامون با سلامت و اخلاص یقینمون به سوی دینت زیاد بگردان و علای مهربان گذشتگان اهل این خاندان و اهل این جمعیت ما را رحمت و مغفرت ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار آمین یا رب العالمین.